تبلیغ واکسن دوم در روسیه هنگام آزمایش در مرحله سوم شروع شد. برای آزمایش هنرمندان و چهره‌های شناخته را هم جلب کردند. رادیون گازمانوف آوازخوان شناخته یکی از آنهاست و از رفت آزمایش در اینستاگرام نقل می‌کند. وقتی برای آزمایش اختیاریان را جمع می‌کردند، به من هم تماس گرفتند و پیشنهاد کردند. من با دو سبب راضی شدم. اول اینکه آدمان زیادی در اطراف من به بیماری گرفتار شدند. دوم برای آنکه پدرم هم کرونا ویروس شد و قریب 1 ماه صدایش را گم کرد. آوازخوان درباره تاثیر واکسن چنین میگوید: در روزهای اول کمی خنکی، درد سر، درد موشک‌ها احساس می‌شد. بعدتر این دردها گم شدند. بغیر از درد موشک‌ها که تقریباً تا 3 روز ادامه کرد. جای سوزندارو هم تقریباً 5 روز درد می‌کرد. معلوم بود که ورم است. آنهایی که در آزمایش شرکت می‌کنند وظیفه دارند وضع هر روزه خود از جمله حرارت بدنشان را در روزنامه بنویسند. برای این نرم افزار مخصوصی در تلفن‌ها آماده شده است. رئیس مسکو سرگئی سابیانین گفت 60,000 نفر برای شرکت در آزمایش اظهار آمادگی کردند. درباره ثبت واکسن سپوتنیک وی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز 11 آگوست خبر داد و گفت که کارآمد است. Утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Знаю, что она работает. اما با واکسن‌های روسیه طبیبان با شبهه نظر می‌کنند زیرا قبل از انجام آزمایش‌های لازمی ثبت شدند. آدمان کار عالمان و بیولوژها که این واکسن را آماده کردند آمیخته نمودند. حکومت ما هم با آواز بلند میگفت ما نخستین شده واکسن را ثبت نام کردیم. باید اینجا موی از خمیر جدا کرده شود و باید در خاطر داشت که مقامات هدفهای خود را دارد و عالمان هم برنامه‌های خود را. حتی اگر نتیجه آزمایش منفی باشد معلوم می شود که واکسن کارآمد نیست و این هم نتیجه است و ما میفهمیم که پس باید با این راه نرویم. کارشناسان خارجی از سرعت آماده سازی و نبود معلومات درباره پژوهش علمی عاید به واکسن اظهار حیرت کردند. 14 اکتبر ولادیمیر پوتین از ثبت یک واکسن دیگر خبر داد. این واکسن هم به انجام یافتن مرحله سوم آزمایش ثبت شده است.